امیر این لباس خیلی خوشگله، من اینو میخوام. همین لباسام قدیمی شدن ها. باش سایز برات میخرم. باش میخوام بگیرم سایز. امیر این اینجا چیکار میکنه؟ مال کیه مو؟ با خدای مال منی. صبر کن رفیق من صدا کنم بر توضیح میدم. علی بیا اینجا. چی؟ یک تو موی پیدا کرده میگه که این مال دختر است. مال کیه؟ من از خودم مو رو ما دیشب موی ساختگی پوشیده بودیم به خاطر که یک کلیپ گرفته بودیم. مو مال ماست. این مال عزیز. تو دمه اعتماد نداری؟ من این لباس رو میخوام. امیر من دیشب رو تخت یه لباسی پیدا کردم. مال کی بود؟ مال من که نبود. من اصلا تبلیغ واسه نمی‌فروشم. اون رو میگی. آره همون میگم. رفیق میفهمه. رفیق مثلا علی بیا اینجا. سلام علیکم. سلام. چی شده باز؟ این میگه در روی تخت من یک لباس زیر زنانه پیدا کرده. براش توضیح بده. آره همون میگم. من که از اون لباس لباس این سوخت بود نه؟ آره همون. از من تو چه مردی؟ نه من بعضی وقتا لباسی زنانه خوش دارم میپوشم. دیدی؟ شما راحت باشین. امیر گوشم خیلی قدیمی شده. من آیفون میخوام. خیر است برات یک آیفون 16 میگیرم. صحیح است؟ پدر تو اینجا هستی؟ بیا بریم خانه مادرم صدا داره. امیر تو پسر داری؟ پسرته؟ با خدای پسر من نیست. شاید از رفیقم باشه. صبر کن رفیق من صدا کنم. علی کجا؟ بیا اینجا. این بچه تو نیست میگه. این سر من توماس زده میگه این مرا پدر فکر این بچه مسته. چون که امیر زیاد میگردم تشخیص داده نمیتونه. یک ذره فکرش خراب است. بچه فکر کنم پسرتون نه شک نکن. این بچه من نیست. پدر میاد. نه پدر مو است. یه پدر مو است.